امروز ما هر در میزنیم در وقت مشکلات، به هر سمت میریم، هر کسی را صدا میزنیم، هر زنجیر و قفل را کش میکنیم که باز شود. ولی این نماز که به پیش روی ما هست، رسول صلی الله علیه و سلم در وقت غمها کجا میرفت؟ در وقت مشکلات کدام سمت میرفت؟ در وقتی که فکر رسول صلی الله علیه و سلم تشویش برش پیدا میشد از مشرکین و از یهود و از نصارا، غم امت بسترش پیدا میشد، کجا میرفت؟ کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا حزبه امر صلح. هر مشکلی که در زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم پیدا میشد، امام ابو داود حدیث را تخریج میکنه، پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میکرد؟ نماز میخواند. حتی به بلال چی میگه؟ یا بلالو اقیم الصلاه ارحنا بها، ای بلال نماز را اقامه بکن، ما رو آرام بگردان. آرامش در کجا بوده؟ در نماز. آرامش در کجاست؟ در نماز. میدانی به پیشگاه کی استادستی؟ به پیشگاه کی؟ به پیشگاه الله استادستی. ایجا سجده را برازو میکنی، رکوع را برازو میکنی. تو فرض بکن یک قضیه فرضی. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک مجلس حضور می داشت و تو اوجا دو رکعت نماز میخواندی، پیامبر به طرفت نگاه میکرد، چرا کم نماز میخواندی؟ چرا کم نماز میخواندی؟ رکوعت به چه قسم می بود؟ سجدت به چه قسم می بود؟ شاید گریه هم میکردی، خیلی به یک حالت خشوع و خضوع نماز میخواندی. ولی ما بیخبر از این هستیم که اگر در محضر پیامبر باشیم نماز ما چقدر نماز زیبا خواهد بود. و تو میدانی که 5 وقت نماز به پیشگاه کی ایستاده سی؟ او تو رو میبینه، لایف هم میبینه، پخش مستقیم میبینه، رکوعت هم میبینه، سجدهت هم میبینه. صندوقچه اسرار پیامبر صلی الله علیه و سلم حذیفه ابن یمان است. او یک مرد را دید که نماز میخونه، عجیب رکوع میکنه، عجیب سجده. رکوعهای امروزی دیگه شاید مثل رکوعهای ما نبود، اونا شاید خوبتر هم رکوع میکرده از ما کرده. این رکوع سجده بسیار تیز و سریع. حذیفه ابن یمان این را دید، برش گفت که ما صلیت، تو نماز نخواندی. گفت من گمان میکنم لو مت علی غیر سنت محمد صلی الله علیه و سلم. حدیث امام بخاری است. گفت من گمان میکنم اگر تو بمیری به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم از این دنیا نمردی، به غیر طریق پیامبر از این دنیا مرده است. چون این نمازی که تو میخوانی نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. سخت‌ترین حالت که به صحابه می آمد کدام طرف می رفتن؟ به سمت نماز، دوان به سمت نماز می رفتن. به حضرت عبدالله ابن عباس خبر دادن پسرت وفات کرد. پسرت وفات کرد، اگر به ما خبر بده چی کار میکنیم؟ سراسیمه میدویم. شاید وقت رسیدن هم همسر یک چند لغت و مشت بزنیم که چی شد که بچه ما وفات کرد، دختر ما وفات کرد، تو کجا بودی؟ به حضرت عبدالله ابن عباس خبر دادن پسرت وفات کرده، سر شتر بود، از شتر پایین شد، 2 رکعت نماز خواند. گفتم که ما خبر موت پسرت نمیتونم، تو نماز میخوانی؟ گفت قرآن گفته واستعینوا بالصبر والصلاة، از نماز کمک بگیرید، از صبر کمک بگیرید. چون من این موضوع رو انتخاب کردم، درباره نماز که همیشه صحبت میکنم، برای این رو انتخاب کردم. عزیز من، امروز هر مشکلی که در زندگی داریم ما از بی‌نمازی است یا از خوب نخواندن نماز است. امروز هزاران پسر نماز میخونه، پدرش نماز نمیخونه. هزاران پدر نماز میخونه، پسر نماز نمیخونه. هزاران شوهر نماز میخونه، زن نماز نمیخونه. هزاران زن نماز میخونه، شوهر نماز نمیخونه. پس این برکت خانه از کجا میاد؟ روز محشر که جان گداز بود، کل ما میدانیم میره، کل ما ایره میدانیم. ولی همون کسی که یک هفته داریم دیگه کسا هستن، ولی اگر اکثر ما
سرشماری بکنیم، اکثر را از پیش شما بگویم به خاطر خدا اقرار بده که همین هفته که تیر شده 5 وقت نماز یک وقتش به جماعت ترک نشده باشه، در این مجلس ما کلا همین قسم بوده. حتی اگر برش بگویم تنها خوانده باشی 5 وقت نماز به وقتش خوانده باشی، در مجلس ما کی هست؟ شاید 1 و 2 نفر باشه. چرا ما مسلمان نیستیم؟ مگر نگفتیم که روز محشر که جانگداز بود اولین پرسش از نماز بود؟ این حدیث را گوش کن، این از این حدیث گرفته شده. رسول صلی الله علیه وسلم میگه اول ما یقضى به العبد یوم القیامه من عمله الصلاه. قرآن چی میگه؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. این کی گفته؟ الله گفته. الله دروغ میگه؟ یقینا نماز از فحشا و منکرات انسان باز میداره. چرا غیبت میکنیم؟ نماز خوب نیست. چرا توطئه میکنیم؟ نماز خوب نیست. چرا بهتان میزنیم؟ نماز خوب نیست. این نماز ما خیلی زیاد مشکل داره. رسول صلی الله علیه و سلم هر امر خوشی و غمی که برش می آمد، پیشتر درباره غم گفتم براتون، حتی اذا جاءه امر سرورین، اگر با پیامبر یک امر خوشحالی می آمد چی میکرد نبی علیه السلام؟ خر ساجدا شاکرا لله، خود را به سجده می انداز به خاطر شکرانگی الله. و رسول صلی الله علیه و سلم می دانست که نزدیکترین را، قریبترین را و پروردگار عالم یک بنده زمان داره که در کجا باشه؟ اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد. ای برادر مسلمان، ای پدر بزرگوار، ای خواهر و مادری که آواز مرا میشنوی، حلال مشکلات تو در نماز است. کلید تمام قفل‌های زندگی تو در نماز است. خوشبختی زندگی تو در نماز است. آرامش دل تو در نماز است. تلاش بکن هیچی در زندگی جای نماز را نگیرد. بعضی ها عروسی جای نماز را گرفتن، و بعضی ها دکانش جای نمازش گرفتن، و بعضی ها موبایلش جای نماز گرفتن، و بعضی ها گیمش جای نماز گرفتن. تلاش کو به هیچ چیز جای نماز را نتی. چرا؟ اونهایی که نماز نمیخوانند، من مثال بگویم، یک درختی که خشکیده باشه به او آب بتی، کود بتی، زیر آفتاب بانیشه، دوباره رشد میکنه؟ رشد میکنه. او درختی که خوش شده باشه، ریشش خوش شده باشه، نه آب برش فایده میکنه، نه کود فایده میکنه، نه زیر آفتاب. اونایی که نماز نمیخوانن ریششان خوش شده، مرده هستن. اونا مرده هستن. به گفته ی حافظ تر از اونها به فتوای من نماز بخوان، به فتوای من نماز جنازی از او رو بخوان که مرده. و اگر کس ریشش، درختی که ریشش به زمین هست، و آبم به او فایده میکنه، کودم به او فایده میکنه، نور آفتابم به او فایده میکنه، رشد میکنه. کسی که نمازش هست در زندگیش، نماز داره، اگر دیگه چیزها در زندگیش کم رنگ است، ولی نمازش را 5 وقت میخوانه، درست. اینا بدانی امروز و فردا الله دست از او را میگیره. و زمان صدای او را میشنوه که هیچ کس صدای او را نشنوه. زمان به فریاد از او میرسد که کل دروازه های دنیا برایش بسته شده باشه. چون یک ارتباط محکم یک بنده با پروردگارش همین نماز است. زنجیر محکم. رسول صلی الله علیه و سلم میگه وقتی به امت میآید که زنجیرها، این دین با انسانها مثل زنجیر وصل است. این زنجیرها یکی پای هم حلقهش کنده شده میره، میگه مسلمان به حلقه دیگهش چنگ میزنه، یک حلقهش کنده میشه به حلقه دیگهش چنگ میزنه، آخرین حلقه ای که باقی میماند نماز است. اگر این حلقه از دست مسلمان کنده شد، هم تباه دنیا هم تباه آخرت.